با سلام خدمت تمامی دنبال کنندگان چنل متیتانیوم. متین نوریان هستم. یه ویدیوی دیگه برای باکانترا و پنتسترا آماده کردیم. آموزش اکسترکت کردن برب ساید مپ یا همون ساید مپی که داخل برب سویت هستش و حاوی کلی یو آر ال هست برای ما. مثلا ما برای مثال سایت پرسفیگر رو میاریم که این کلی ریکوست برای ما داره با کلی یو آر ال. خب به چه کار ما میاد؟ چرا از کراولرها استفاده نمی کنیم؟ کراولرها یه دونه استفاده ای که دارن کلا میان صفحات وب رو میارن بیرون، اما محیطی که دی او ام و تشکیل دهنده جاوا اسکریپت برای ما ایجاد میکنه داخل محیط براوزر، اونا رو نمیتونه بکشه بیرون، چون یک کراولر فقط ریکوست میزنه و صفحات HTML رو لود میکنه و نمیتونه این عمل دی او ام رو انجام بده و پسای بهتر و اونایی که با جاوا اسکریپت ایجاد میشن رو برای ما بیاره بیرون. پس ما باید به صورت منویلی بریم سایت رو قشنگ نگاه کنیم با برب سویت قبل از اینکه بخوایم حالا شروع حمله یا دنبال آسیب پذیری بودن باشیم. بیایم کلا سایت رو بگردیم، سایت رو همه جاشو نگاه کنیم، برب سویتمون هم فعال باشه تا یه سایت مپی برای ما ایجاد بشه. حالا من دیگه این کار رو انجام نمیدم، از قبل یه چیز کوچیکی روش انجام دادم و ما میایم اینجا این سایت رو انتخاب میکنیم، ازش یه دونه اکسترکت میگیریم. فقط من اینو پیدا کنم، سیو سلکتد آیتم. میبینید اینجا ما یه سیو سلکتد آیتم داریم. بعد از این که ما سایت رو کلا گردیدیم دی او ام و کل پسا برای ما سیو شد، میایم سیوش میکنیم. حالا اسم اینو میایم و سیو میکنیم، برای مثال portfigure.xml. توجه کنید حتما فرمت فایل XML باشه. من اینو داخل برسوی سایت مپ میذارم. خب ما اکسترکت رو میگیریم و با فرمت XML از هاستی که حالا یا سایتی که میخوایم کل یو آر ال رو اکسترکت کنیم ازش. این به ما گفت سیو شد. حالا ما میایم اینجا و میبینید که این برای ما ذخیره شده. بازش میکنیم، میبینید که کلی دیتا هست و یو آر ال ها برای ما اومده، اما کلی نویز و چیزای چرت و پرت توش داره که به کار ما نمیاد. ما فقط صرفا این یو آر الی که اینجا هست رو میخوایم تا بریم حالا بررسی کنیم، اند پوینت بکشیم بیرون. پس این اینجوری به درد ما نمیخوره. حالا من یه اسکریپت اینجا نوشتم که روی گیت هاب میذارمش، البته الان گذاشتمش، لینکش هم زیر ویدیو براتون میذارم. اینجا هستش، میبینید که توی گیت هاب هم همین آدرس خودم، اینم آدرس کامل اگر حالا دسترسی نبود براتون، ولی زیر ویدیو میذارمش. اینو میاین کلون میکنین و این فایل رو آماده میکنین. حالا ما میایم اینجا اینو ران میکنیم و ابزارمون رو ران میکنیم. پایتون سه برب داش اچو که میزنین، البته من اینجا روی ویندوز اشتباهش گرفتم. اوکی، داش اچو که میزنین یه اینپوت فایل دارین شما، یه آوتپوت فایل دارین، یه سویچ کامند لاین هم دارین. ما اینپوت فایلمون رو که همون فایل سایت مپمون میدیم portfigure.xml داش اوتپوت. اگه میخواین تمام یو آر ال ها داخل یک فایل جداگانه ذخیره بشه، از سویچ داش اوتپوت استفاده میکنید یا داش او و اسم فایلتون رو میدید، مثلا portfigure مثلا txt. یا نه، اگر میخواین کاملا واضح ببینید که یو آر ال ها میان میرن و حالا توی لینوکس بخواین بزنینش توی یه فایل دیگه و مرجش کنید با خروجی گو اسپایدر، کاتانا یا حالا هر چیزی، یه ایکس هم به این میدین و اینجا دو تا داش راسی باید برای CLI بزنیم. این چی میگه دیگه؟ من داش آیم برای این نزدم. میبینید کل یو آر ال هایی که حالا من یه جستجوی ساده توی سایت داشتم و برام آورد بیرون و اینا بعضیش میبینید توی محیط دی او ام درست میشن و شما هیچ جوره نمیتونین با کراولرهای عادی به اینا برسین، چه کاتانا چه ای کراولر، نمیدونم، همه اینا نمیتونن به این برسن و محیط دی او ام جدا تشکیلشون داده.
به راحتی میتونید از پرسفیگر یه اکسترکت از وبسایت بگیرید و تمامی لینک ها رو بکشیم بیرون. حالا مراحل بعدی که دیگه در جریان باید باشید که چیکار کنید. با تشکر، خدا نگهدار.